میگویم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه، این برنامه نوبتی خونه تاجیکستان است و ما امروز قرار داریم در خانه اپای عدالت. سلام علیکم. و علیکم السلام. خب بینندگان عزیز شبکه سفینه، خاصتا دوستداران برنامه خونه تاجیکستان بی‌صبرانه انتظارند که امروز اپای عزیز ما اپای عدالت کدام خوراک بسیار لذیذ را آماده میکند. امروز کدام خوراک را آماده میکنید شما؟ برنجوبه. برنجوبه. یعنی دوستان عزیز، من فکر میکنم که هر یک کدبانو در خانهشون برنجوبه را آماده کردند و امروز اپای عدالت خوراک آماده میکند که بسیار بالذات است. یعنی فرقیتی کل دارد از دیگر کدبانوهایی که در خانهشون آماده میکند این خوراک رو. برای این خوراک کدام محصولات لازم است؟ برنج میده، خب، پیاز، پمیدور، خیر، نخود، کارتوشکا، قرنفل بلغاری، بعد کبوتی ها. خب کبودی ها، اوکراپ، پودینه، بعد کدو. اگر زنجبیل است اینجا. بعد از آماده کردن نه در بلش موافق طبع و ذوق همون نفر. زنجبیل موافق طبع و ذوق ایلاوه میکنن. دوستان عزیز، من باری کامل دارم که بسیار بالذات است این خوراک. بارها چشیده ایم، بارها استعمال کرده ایم از این خوراک و خب امروز گفتیم که خب اپای عدالت گفتن که به طور مخصوص آماده میکنند و چگونه است در دوام برنامه خواهید دید و بعد از چشیدن در آخری برنامه من میگویم که چگونه مزه و چگونه لذت دارد. خب برنجوبه که امروز آماده میکنند بعد از چند لحظه برمیگردیم و دوستان عزیز شروع میکنیم برنامه رو. با ما باشید. بار دیگر میگویم اون نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستند خودی رسون میکنیم که شما برنامه خونه تاجیکستان رو تماشا دارید و امروز اپای عدالت برای ما برنجوبه رو آماده میکنند که اولش خوراک بسیار بالذات است، دویمش بسیار سبک است، سومش بیشتر ما استفاده میبریم در اینجا از سبزیجات و دانگی ها. یعنی سبزیجات دانگی ها برای سلامتی انسان بسیار فایده چی دارد؟ کلان دارد. خب اپای عدالت از چی شروع میکنیم؟ من میبینم که شما بسیار متمرکز هستید و خب کمتر سخن گفته ایستادید. من خواهش میکنم که کمک فعال باشید زیرا این خوراکی که شما آماده میکنید اکثریت مردم توجی دوست میدارند. خب از چی شروع میکنیم؟ از پیاز. یعنی شروع میکنید از میده کردنی پیاز. از یک جهت اگر بیننده عزیز بله خب بینید که محصولات زیاد هستند در بالای میز ما، ولی یک چیز را باید قید کرد که همش محصولات های به سلامتی انسان فایده آور. بله چون میگویم که خب از معیار زیاد استفاده بردن گوشت، خب خوراک‌های غذاناک، گوشت روغندار به خصوص بسیار به سلامتی ضرر وارد می‌سازد، به سلامتی ضرر دارد. از همین لحاظ اگر ما بیشتر سبزیجات را استفاده بردیم، بیشتر از دانگی‌ها که در تاجیکستان عزیز ما میرویند استفاده بردیم، من فکر می‌کنم که بسیار خوب می‌شود و سلامتی هر یک ما خب خوب خواهد بود. الکی در یک مدت کوتاه اپای عزیزمون پیاز رو ریزه کردن، یعنی طرز ریزه کردن پیاز مخصوص است یا کلان کلان باشد، میده باشد، چگونه باشد در برنجوبه؟ وقتی که کلان باشد ممکن که دیرتر پزد برای اینکه تیزتر تیار شود ما پیاز رو هم میده ریزه میده ریزه میکنیم. خیلی خوب. کارتوشکا رو میگیریم. خب با طرز چورکنجه ریزه میکنیم. خب میزیمو کمکک میجنبد. این معنی اون رو دارد که خب کمکک نوستور است. به هر حال اجبا که نیست. من فکر میکنم که فقط کدو در اینجا در حالت ناگوار قرار دارد. دوستان بینید که کدو و در همین خب حولی میروید بسیار خوردکک است و خب بسیار فایده کلان دارد. دوستان عزیز کدو بسیار فایده کلان دارد به سلامتی انسان و میبینیم که اکثریت کدبانوهای عزیز ما خب فقط کدو رو کدو شوربا میکنند که دل بعضی از مردم رو میگیرد، ولی در دولت های اروپا ما میبینیم که از یک کدو چند گونه خورش های بالذات، چند گونه خوراک های بسیار لذیذ آماده میکنند که من باوری کامل دارم که اکثریت بانوان عزیز ما این رو آماده میکنند، از اودش میبرویند. و امروز در برنجوبه خب در اصطلاح ما میگویم برنجوبه، میگویم در همه جا برنجوبه، اکنون به طور کمک ادبیش میگویند. از همین لحاظ تو اندمی که من سخن رو گفتم الکی اپای عدالت کارتوشکا رو میده کردند، چورکنجه خیلی زیبا و میگذارند به میده کردن دیگر محصولات. سوال من چنین است اپای عدالت، مرحمت شما اومدید من به شما سوال میدم. خب پیش از اونی که مثلا جوان دختر
ҷавон духтари тоҷик, ман боварии комил дорам ки хоб ҷавонии шумо дар давраи шумо ва аз ҳозир камакак тафовут дорад. шумо дар вақташ пеш аз оне ки масалан ба хонаи шавҳар гусел шудед, кӯшиш мекардан дар давраи шумо ки ҷавондухтар бояд тамоми ҳунарҳоро дошта бошад, яъне пухтупас кардан, аз удаи пухтупас кардан барояд, аз удаи духтан барояд ва пеш аз ҳама одоби хуб дошта бошад. Чӣ фикр доред атрофи ҳамин масъала? албатта вақтҳои мо пеш ҳамихе буд ки духтанро тавонад, пухтанро тавонад. зиндагӣ бояд ки зан кадбону бошад. Дуруст аст. бояд кадбонии хонаи худ бошад, оилаи худ бошад. вақте хӯрокҳои болаззат мепазад, шавҳарро нигоҳ мекунад, кайф мебиёд, то дастархон оро дода тавонад. Дуруст. асоси зиндагӣ саҳар барвақт хиста тавонад, барои он ки файзу баракати ҳар як инсон дар саҳар хиста. дуруст аст, воқеан ҳам, яъне саҳар хиста тавонад ва инам проблемаи асосии хоб ҷавондухтарони ҳозира ҳастанд ки масалан мебинем ки сабаби асосии пошхӯрии оилаҳои ҷавон хоб дар анамин давраи ҳозира инам бошад аз уҳдаи кор набаромадан ва оддитарин анамун одоби хуби сухан рондан, муносибати хуб надоштан аст. бале, ҳамин тавр аст. яъне ҳадафи барномаи мо низ, бинандаи азиз, ҳамин аст ки хоб ҷавондухтарон омӯзанд, ёд гиранд, пеш аз оне ки хоб гусел мешаванд ба хонаи шавҳар бояд ки аз удаи ҳамин пухтупас кардан, бале, оддитарин рафтори хуб дошта бошанд, муомилаи хуб дошта бошанд, эродро қабул карда тавонанд. ҳамин тавр аст. баъд аз ин гуфтем ки имрӯз биринҷоба омода мекунед. умуман дар хонадонатон кадом хӯрокҳои миллиро бештар шумо хоб омода мекунед барои аҳли оила, барои фарзандон, барои меҳмонон? ош палов, хоб манту, онума. ман ҳамин саволро борҳо додам. ба кадом минтақаи тоҷикистон агар наравам, ман ҳатман дар он ҷо ба кадбону, ба қаҳрамон, ба меҳмони барномаи мо ман савол мекунам ки барои чӣ кадбонуҳои мо ягон хӯроки навро эҷод намекунанд. масалан ҳамун оши тупа, оши бурида, манту, оши пала, ҳамун аз солҳои зиёд ҳаст то ҳозир идома дорад. кадбонуҳои мо барои чӣ ягон хӯроки навро бо маҳсулотҳои ватаниямон омода намекунанд, эҷод намекунанд ки дар рӯйхати хӯрокҳои миллӣ ворид шавад? барои чӣ аст? чӣ сабаб аст ҳамин? масалан мебинем ки дар дигар халқату миллатҳо ҳар рӯз онҳо як хӯроки нав хоб эҷод мекунанд ва намун рӯйхати хӯрокҳои миллияшонро бой мекунанд. дар мо бошад фақат дар даҳонашон оши тупа, оши бурида, оши палав, манту ва намин 6-7 намуди хӯрокҳо. чӣ сабаб аст? ё кӯшиш намекунанд, фикр намекунанд, эҷод намекунанд? чӣ аст ба фикри шумо? این سوابا نمیدونم چی گویم. من میدونم. میدونی چی است؟ باید که بسیارتر همین آماده کرد خوراک‌های گوناگون رو و بیشتر توجه کرد به خوراک‌های ملی خودمون، بیشتر آماده کرد خوراک‌هایی رو که محصولاتش در خودمون هست میرویند و بولذت است. من فکر میکنم همین است و اگر هر یک کدبانوی توجیه کوشش کنند به واسطه میتوانند از عهده خب ایجاد کردن خوراک‌های نوی که میتوانیم با روی خط خوراک‌های ملی توجیکیمون وارد سازیم میشود. خب بار دیگر میگویم بینندگان عزیز که اپای عدالت در انمون چورابینی‌ها، فستیوال‌ها، آزمون‌هایی که وابسته به انم پخت و پز خوراک‌ها در جمهوریمون میگذرد، در شهر دوشنبه خب آزمون‌های شهری، آزمون‌های نویایی، آزمون‌های جمهوریوی به واسطه اشتراک فعال دارند و با انمون خب مهارت و ملکه‌شان میتوانند که خوراک‌های زیاد آماده کنند و چندین بار نیز در آزمون‌ها مقام‌های افتخاری را نیز اشغال کردند. می‌خواستم از همین خب آزمونی که نوکک برگزار گردیده بود یک چند روز پیش کمکک معلومات میدادید که چگونه آزمون بود، خب کدام خوراک رو پیشنهاد کردید و خب با کدام موفقیت‌ها نایل گردیدید؟ در آزمون خوراک‌های ملی ما دلده رو تیار کردیم. شب تا سحر جوشاندیم، خیلی تیار کردیم. خلق توجیک می‌دونه که دلده بسیار آسان نیست. بسیار مشکل است و خوردنش بسیار خوشخور است و بولذت نیز هست. ولی از مهارت و ملکه هر یک کدبانو وابستگی زیش دارد. همین طور است؟ هر یک از دلده رو هر خیلی می‌پزند. بله. هر یک از این خودش دارد.
پخته برده در شهری خب دالده داشتیم یکم جو رو گرفتیم جای اول اشغال کردیم. اولش خیلی خوب و من فکر میکنم که انامین در 3 ساله سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بیوسته هدف از اعلام گردیدن این سالها از جانب پیشوای ملت اینم معرفی کردن خب خوراک‌های ملی عرف و عادت تاجیکان به جهانیان است و انامین از بین نرفتن خوراک‌های ملی است که باید ما خوراک‌های ملی رو بیشتر ترغیب کنیم به جوانان آموزونیم زیرا از اوده آماده کردنش برایند. من بارها گفته بودم بینندگان عزیز که بله آماده کردن خوراک‌های ملی بسیار کمک مشکلی پیش می‌آورد ولی بسیار بولذت هستند و بسیار خوشخور نیز هستند. از همین لحاظ کمک دور شدن جوان دختران ما از آماده کردن خوراک‌های ملی خب کمک خب چی میگن ترس و هراس فرا میگیرد وقتی که نزدیک با دیگ نزدیک شوند با قبل شما کمک تیارخور شدن برای که وقتی که همه چی تیار که هست حاضر پیشروی که هست همه چی تیار است جوانانمون کمتر الکی کمک تنبل شدن. خب چی باید کرد؟ چی باید کرد که باز کوشش کنند انامین آموزند یاد گیرند. یعنی من فکر میکنم که پیش از همه وظیفه جانی پدر مادر است مخصوصا مادر است برای جوان دختر که چگونه باید تربیت دید فرزند رو و چگونه به راه درست به زندگی مستقلانه خب آماده کنه. چی فکر دارید؟ باید فرزند رو در خانه تربیت کرد. همه موضوعی زندگی رو آموخت برای اینکه وقتی خانه پدر مادر دیگر است و خانه شوهر دیگر است. برای همین باید ما در خانه آموزونیم خوراک پختن رو تربیت رو سحر خستن رو باید با فرزندان هم شیشته نصیحت کنیم که بچه همه خیر من زندگی این خیر میشه من این خیر میشه باید که هر یک فرزند با گوش گیرد نصیحت پدر. درست است و من فکر میکنم که در زمان امروزه ما کمک مشکل است خب واقعا هم تعلیم و تربیت دادن ولی باز هم میگویم که از هر یک والدین وابستگی زیج دارد که چگونه در کدام روحیه فرزند خود را به وایه میرساند تربیت میکند. برمیگردیم به خوراک. دوستان عزیز گفتیم که امروز برنجابه آماده میکنند و بینید کدام محصولات است. کدو برای سلامتی بسیار فایده آور است. قلمفور بلغوری خب کارتوشکا نخود چگونه ویتامین ها دارد و گفتیم که میده برنج و کبودی ها آن محصولات هایی است که من فکر میکنم که قریب در 100% خاندان ما و شما همین محصولات ها هست. اولش که بسیار خب چگونه است ارزان است. دویمش که در اکثریت خاندان و نفرانی که خب در همین محله در حولی زندگی میکنند دارند خودشون میرویونند. سومش این که خب کم خرج هستند. از همین لحاظ من دعوت به عمل میارم که بی‌شبهه برای آماده کردن همین چی میگویند خوراک ها باید که بیشتر خوراک های همین محصولات های وطنی محصولات های خودمون و سبزیجات و کبودی استفاده برده شود. برای سلامتی فایده آورد. خیلی خوب خیلی عالی. گفتیم که الکی میده کردید پیاز کارتوشکا کدو و پامیدور یک شکلنده همه‌شون باید یگانه باشن. فقط پامیدور رو ریزه میکنید در روزک. بله گفتیم که در دیگر جایها مثلا در دیگر منطقه ها آماده میکنند محصولات کمتر از یا خود دیگر محصولات رو استفاده میبرند. در اینجا میبینیم که کدو قلمفور بلغوری با همین طور است اینها رو پای دولت امروز استفاده بردن. دوستان عزیز بعد از یک لحظه برمیگردیم و ما رو همراه باشید. این برنامه خونه تاجیکستان است از شبکه سفینه. دوستان عزیز گفتیم که الکی پره محصولاتی که هست برای استفاده بردن و خب برای آماده کردن برنجابه الکی اکثریتش رو پای عزیزمون پای عدالت خب پره ریزه کردند میده کردند و خب میرسد نوبت به کبودی ها که در یک مدت کوتاه من فکر میکنم که این رو خب میده میکنند. مرحمت خب پامیدور رو میگیریم پامیدور رو میگیریم فقط کبودی رو دیرتر ریزه میکنیم. دیرتر ریزه میکنیم دیرتر میاندازیم اگر بر وقت اندازیم ویتامینای همین کبودی در درون و گم میشه. خیلی خوب. همین وقتی که تیار میشه خوراک خب گفتم به نزدیک میشه بعد کبودی ریزه کرده میاندازیم. خیلی خوب. ریحان در خوراک این گردش خون دل رو
تیز میکنند. بله، فایده داره. خوب میکنه. خوب میکنه. پودینه برای کسلی زکام، برای خوش لذت کردن، برای خوشدم نمودن، برای فشار بلندی خیلی فایده داره. این شیبریک باشد برای دمیشی اشکم، برای همه کسلو فایده آورد. خیلی خوب، خیلی خوب. من فکر میکنم که امروز یک خوراک بسیار بلذت خوب آماده می شود و انیقش و اساسش این که بسیار سبک است. از همین لحاظ دوستان عزیز، بعد از چند لحظه الکه قسمت دومی برنامه ما شروع میگردد. یعنی قسمت اول در همین نزد میز بود، قسمت دوم خودشون اپای عدالت در نزد دیگ خب برنامه رو ادامه میده. یعنی چگونه قسمت دومی برنامه ما در نزد دیگ صورت میگیرد. همین طور است. خب بعد از چند لحظه برمیگردیم و شروع میگردد قسمت دومی برنامه ما در نزد دیگ. ما رو همراه باشید. ما قرار داریم در خانه اپای عدالت. آماده میکنند بیرین جوبا. برای سر کردن خوراک ما باید به دیگ آب اندازیم. برای اینکه نخود و لوبیا دیر میپزد، ما نخود و لوبیا رو پیشکی جوشاندیم که آسان شود. اول پیاز می اندازیم، دوم کارتوشکا می اندازیم، بعد کدویم. یک بار که جوشه، بعد یک بار که جوشه، با بلغاری و پمیدور رو می اندازیم. تا دیگ جوشیدن ما کبوتی خود رو میده میکنیم. باید کلان هم نباشه، میده هم نباشه. برنج میده اضافه میکنیم. برنج میده نمک بدن آدم کم میکند، برای همین این فایده ناک است. برای خوش لذت بودن ما نمک استفاده میبریم. در هر یک خوراک خود نمک میکنیم. اول کم ترک نمک میاندازیم، یک بار میجوشد میچشیم، بعد دوم بار اگر بی نمک باشه با نمک استفاده میبریم. کفکی برنج هم که بود میکشیم گرد دیگ. بعد با خوراک خود پمیدور و قرنفل بلغاری و کبوتیا اضافه میکنیم. خوراکی که ما تیار کردیم در بسیار منطقه ها شوله میگویند، در بسیار منطقه ها شیله، حتی در شهر دوشنبه برنجاوه، لیکن در شهر پنجکین، در ناحیه عینی اینا آش تروش میگویند. برای اینکه وقتی که خوراک پخته میشود در همین درون دیگ شکر رو اضافه میکنند و بعد با کاسه ها برداشته به بالا دسترخوان میمانند. این بسیارتر فایدهش برای کسل زکام، وقتی که زکام میشود با قرنفل میخورید. بعد وقتی که در مرکه ها آش میکنن
гӯштбирон мекунанд. Инро баъд аз ошу гӯштбирон мекашанд ки ҳамун равҳаннокие ки истеъмол кардем ҳамин тоза карда равҳаннокии ҳамин баданро бартараф созанд. ҳама маҳсулотро андохтем. Як бор намакаша мечашем. агар кам намак бошад камтар намак изофа мекунем. хӯроки мо ҳозир камтар камнамак шудааст. Барои мо намак изофа мекунам. барои он ки биринҷ намакро дар худ мегирад. намаки хӯрок нақш шуд. акун 10 дақиқа интизор мешавем. хӯроки мо тайёр мешавад. دوستان عزیز بالاخره برنجوبا آماده شد و اکنون فرصت آن رسیده است که اپای عدالت در کاسه ها بردارند و ما چشم که چگونه مزه و لذت دارند. مرحمت اپای عزیز آماده شده؟ خوراکی آماده کردم تیار شد. خب مرحمت. خیلی خوب و بسیار بوی لذیذ قرار گرفته است اینجا رو، زیرا در اینجا گفتیم که پودینه همون کبودی هایی که بسیار بوی خوش دارند، هم خوراک رو خوشتم خوشمزه میکنند، هم بسیار یک بوی فورم دارند. اشتیاور هستند. از همین لیاز بعد از چند لحظه دوستان عزیز میچشیم و ببینیم که چگونه مزه دارد، چگونه لذت دارد. نمای خیلی زیبا نیز دارد. ببینید واقعا دوستان عزیز گفتیم که استعمال کردن چنین خوراک‌های لذیذ تاجیکی به شخص یک حلاوت خاصی میبخشد و پیش از همه اساسشون که این خوراک تاجیکی است و خوراک فایده‌آور است، خوراک سبک است، به سلامتی انسان فایده می‌آورد و وزنی نیست. از همین لیاز اکنون خب چکه میکنیم و بالاخره دوستان عزیز آماده شد خوراکی ما که نام دارد برنجوبا. بعد از چند لحظه با اپای عزیز خود سر دسترخوانش می‌نشینیم و میچشیم و میگوییم که چگونه مزه دارد این خوراک یعنی برنجوبا. ما رو همراه باشید، بعد از چند لحظه برمیگردیم. اکنون بالاخره نشستیم سر دسترخوان اپای عدالت و مرحمت اپای عزیز. بعد از چند لحظه میچشیم همین برنجوبا رو و میگوییم که چگونه مزه و چگونه لذت دارد این خوراک ما. دوستان عزیز به صبرانه انتظار هستیم. اکنون مرحمت اپای عزیز با اشتیا باشید. دوستان عزیز میچشیم و میگوییم که چگونه مزه و چگونه لذت دارد. واقعا هم دوستان بینید که یک بوی بسیار لذیذ دارد. پیش از آن که خوراک با لذت باشد باید در برابر این بویش نیز خیلی اشتیاور باشد و واقعا هم دوستان من باوری کامل دارم که هر یکی شما علاقه خواهش و آرزو دارید که در نزد ما باشید و چشید، ولی شما امکان دارید آرزویتون رو عملی کنید. شما زودک با همون اویله خود گفته فرزندتون اویلتون آماده میکنن و میچشید و میبینید که چگونه لذت دارد. واقعا هم با همون پودینه و با همون کبودی های تر و تازه بینید که چگونه لذیذ آمده است. دستتون درد را نبیند. در آخر چی گفتنی هستید اپای عزیز؟ من گفتنی هستم که خوراک‌های ملی ما باید از بین نرود. بله. باید ما همین خوراک‌های ملی خود را به فرزندانمون آموزیم. بله. در آینده آنها هم آینده ما خوراک‌های ما را با به فرزندانشون آموزند. یک تاجیکستان سپاس به شما اپای عزیزم و بیننده‌های عزیز. اینجا باشد برنامه نوبتی خانه تاجیکستان به آخر میرسد. دائما خوراک‌های ملی تاجیکی رو آماده کنید در خانه‌تون. دائما خوراک‌های لذیذ و از همون سبزیجات‌های تر و تازه، از همون کبودی ها و از همون دونگی هایی که در تاجیکستان هستند و بسیار خب فایده کلان دارند استعمال نماید و موافق معیارش. خب من
خورдан ро идома медиҳам то дидори навбатӣ саломат бимонед хайр дӯстон то боздид ташаккури зиёд